رقابت دو تن از پهلوانان گران وزن جهانگیر مجیدوف و زاهد جان حسین زاده شروع می‌گردد. ایستید. داور فرم کرد. داور یک طرف نیست که شما یک کامera نیست، اینجا ده ها سامانه‌های اجتماعی و ده ها رسانه‌های دیگری تلویزیونی در مرکز توجهی ان همین لحظات هستند. اینها هم همین طور فقط حالت بتخته پشت در کار برای ما. قدر و احترام و صمیمیت میدانداریتان بسیار نمایان باید باشد. Старый крупники мада кадртон. نشیده باشه. انسانی واقعا اشدی گشتنگیری در روانشهر بسیار خوشحال و سرفرازم. با فرهنگ مخلصیتون، با آداب و اطوار و تمیزتان یک جهان تشکر میگویم. همه در جوش نشست، همه صمیمیت رو خوب احساس کرد، همه فضای متنتنی ادانه گشتنگیری روانشهر را خوش پذیرفت. احسان و تشکر به شما مخلصان محبوب. اگر شما نباشد گشتنگیری اینها یگان معنی ندارد، مثل آنه که در میدان فوتبال است و ورزشگاهی برنابئو بی مخلص هیچ است. شما یک قوه، یک نیرو، یک فضای متنتنی ایدی گشتنگیری را الوان میدهید. عرضی سپاس و تشکر با فراستون، با احترام بزرگتون که نشان دادید. آفرین. دستی به هر دوتان ظفر و موفقیت. انا میخواد ترتیب گشتنگیری باشد، آداب و احترام، نمونه بودن گشتن امروزه راغون برای فردای جوانان مایه شرف و افتخار خواهد بود. تشکر. نه کاملا نادرست. نه زاهد جان، این ترتیب گشتنگیری خلاصه نه. وقتی همون حرکتی اول دیگر کفایت. خواهش میکنم یک بار دیگر صدرالدین عابدوف هستم. 30 ثانیه دیگر. دقیقه وقتی اونا شد بچه کار به مراسا شود. اگر ترتیب میدانداری زاهد و جهانگیر ها دور کرد، ترتیب میدانداری اینها یا خلاصه مشخصی هر دو پهلوان یگان نتیجه دلخواه به بار نآورد، برای دریافت جایزه باز هم فرصت داریم.
حتما خالد این دور گیر داخل یک پا رفیق کلوشو موزه و یا ستیل و کیمچی که یک دوری 5-40 سال پیش نیست که در مکافات عالی تمام قوا را صرف میکنی، تمام هستی تا میتیکی با یک حرکت هاپا زهی جان حرکت نکنه در زمین، خواهش میکنم. همین حرکتی اول شد تمام، شما برده کشاله کرده برای ایلاوه کردید، در زمین کار نکنید، خواهش میکنم. یک بار دیگر در گوشتینگیری ما بچه ها سالی گفته بودم بچه ها مساوی بریزاگی هر دو می شود، کار تا نقطه نهایی باید رود. من خواهش میکنم پرتافت فقط در همان حالت، در همان لحظات می شود که زانی و آرنج و حرکت اضافه میدان دیگر نباشد، فقط حالت راست بودن پرتافت. در گوشتینگیری ما آن نقطه های علاهیده که مهمند و رعایت آنها خیلی ضرور است، یکش همین است. در کورش این حرکت های اضافه که میبینیم گاه نشد. خب رفتیم دوام گشتیم. از رئیس محترم شهر راغون خواهش میکنیم که بزاهی جان کلید افتماشینه سبکرو را تقدیم نمایند. فلسفی توی سفر نداریم زفی جان تبریک میکنم.